ما تو چند تا جلسه قبل تو 4-5 مورد 4-5 تا جلسه نشستی که بود راجع به بحثی با عنوان ایران امر سیاسی، هویت و حقیقت با هم دیگه صحبت کردیم. حالا این خواستم تو این جلسه انشالله در حد فرصت محدود و اندکی که هست جمع‌بندی از اون داشته باشم. اگر تا حالا بیشتر بحث جنبه توصیفی کمی تحلیلی داشت، بیشتر این جلسه با یه نگاه تجویزی نگاه میکنم، بنابراین بیشتر بیان نظر هست و جای چون و چرا خیلی خواهد داشت. اما در هر صورت سعی کردم که یک تبیین و روشنگری و در واقع استدلالی پشت قضیه باشه که مقدمه انشالله برای بحث های بیشتر باشه. قبل از هر چیز لازمه که بگم که عمده بحث من در واقع بحث دو تا بیت فردوسی بود دیگه. یک بیت مربوط به ایران نشسته من است، جهان سر به سر زیر دست من است. یعنی اگر ما جایگاهی بدون جایگاه معلق میشیم و تمام توانمون وقتی تکیه گاهی نباشه پوچ میشه و از دست خواهد رفت. بدون این نشست ما حرکتی نخواهیم داشت. بیت دوم معروفترین بیت به هر حال فردوسی است که محتوای بحث من رو تشکیل میداد: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سگانه مطرح کرده فردوسی: خداوند و جان و خرد. و خیلی جالب در ادامه همین شعر معروف و اولین شعر فردوسی که نگاه میکنیم، در واقع او به یک خداوند را به عنوان خیر برین، برترین دیده، هر آنچه که بهترینش هست. یعنی اساساً فردوسی نگاه نکرده به این که خداوند یک موجود متشخص جانداری که بسیاری از اقوام قدیم بر اساس نگاهی که به حاکم خودشون داشتن خدا را همونطور تعریف میکردن. هم اونا مثلا قادر بدونن، هم نمیدونم جبار بدونن، ستمگر بدونن، هم در این حال مهربان بدونن، هم او میگه که از برتر از اندیشه است، برتر از تفکر است و در ادامه حتی خدا را سنجه جان و خرد میدونه. که حالا ادامه شعرش هم هست که حالا برای اینکه من اشتباه نکنم که میگه: خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخت کی گنجدو. اگر این خیر برین را مطرح میکنیم، برای ما دو تا بحثی که توی جلسات قبل داشتیم، هستی یا هویت به معنای بودن ما و راستی به معنای مسیر درست مبتنی بر خرد، که فردوسی دقیقاً بیان گره هویت. حالا اگر ترجمه فارسی هویت استاد بگیم خیشی، نمیدونم درسته یا نه، شناسه و در واقع راستی یا هویت و راستی خداوند را به عنوان اون خیر اعلی، اون برترین اعلایی که فراتر از اندیشه ما هست مطرح میکنه که ما خرد را در اون آینه ببینیم، در اون آینه. بنابراین تکلیف همه شاهنامه را برای ما مشخص میکنه. یک طرف میپردازه به هویت ما، داستانهای ما، داشتنهای ما، و یک طرف میپردازه به اینکه این داستانها و داشتنها باید در وادی خرد باشه و وقتی خرد رو هم میخواد در یک سنجه بگذاره، یک موجود نه، یک وجودی فراتر از اندیشه به اسم خداوند مطرح میکنه که خیر برین هست و در واقع این خیر برین فراتر از عقل و اندیشه ماست، ولی هر آنچه خوب است در بهترین، در اعلاترین وجه اون رو باید در نظر گرفت. خب اگر داستان کل شاهنامه هویت و راستی ما هست، وضعیت امروز خودمون رو بسنجیم و با هم دیگه یک چند تا نتیجه گیری برای فرد و کشورمون و جایگاه تاریخیمون و آیندهمون داشته باشیم. به هر حال در هر صورت، در هر تحلیلی و برای رسیدن به هر تجویزی 3 تا بحث همیشه وجود داره: سنگینی گذشته، فشار حال و کشش آینده. 2 تا جریان خیلی بزرگ در جهان امروز برای ما فشار داره میاره. یعنی این فشار حال بر روی ما هست که داره به نوعی گذشته و آینده را برای ما توهین میکنه. یعنی اون سنگینی گذشته رو داریم از دست میدهیم و جذابیت و کشش
در آینده هم وجود نداره و این میتونه خیلی خرد کننده باشه. یکیش نگاه جهان وطنی و جهانگرایی و فرهنگی هستش که به عنوان آمریکایی شدن در چارچوب کلان خودش و همه بسیاری از جوانهای ما را برده به مدرنیسم یا مدرنیزاسیون به معنای لذت‌های آنی و روزمرگی و فوری. بعضا من حتی میبینم که خب میگن که ما اعراب مثلا جنوب خلیج فارس نگاه کنیم چه اشکال داره که حتی کشور تجزیه بشه، کوچیک کوچیک بشه ولی لذت ببریم، توی جای کوچیک زندگی کنیم اصلا ایران نباشه ولی آب و خوراک و غذا و همه چی برامون فراهم باشه. یعنی این رو من دارم میبینم، یعنی منتظر حمله خارجی هم. پس یک نگاه این که ما در لذت کنونی لذت حال زندگی کنیم و این سوشیال مدیا و این رسانه‌های اجتماعی و گروهی که اون لذت‌های آنی را داره نشون میده و با این اسکرول کردن تفکر عمیق را از بین میبره، ما یک حجم اینطور داریم که ما رو داره توهین میکنه. نگاه دوم نگاه داخل ما هستش، اون نگاه امتی که بر ما غالب شده. هر دو تاش ما را از یک اصل اساسی دور کرده و اون نگاه ملی هستش، وضعیت ملی ما هستش. یعنی اون نگاه امتی را هم ما را، یعنی با ایجاد خودی و غیر خودی و اینکه اون کسی که با نگاه امتی به اون هسته قدرت نزدیکتر خودی تر از یک ایرانی به خود تصور میکنه، اون هم داره کشور را توهین میکنه از اون چیزی که باید باشد. همینطور در جلسات قبل صحبت کردیم، جهان بعد رنسانس یه جهان دیگرگونه است از سنت. جهان بعد از پیمان وستفالیان، پیمانی که دولت ملت ها را به رسمیت شناخت و نتیجه اون دولت ملت ها منافع ملی بود و غیر از منافع ملی حرکت کردن منجر به تویی شدگی می شود. ما الان چاره ای نداریم، یعنی در نگاه امروز سنگینی که اون بعد از اون پیمان هست، سنگینی که بعد از جریان سرمایه در جهان هست، با نگاه امتی با نگاه جهان وطنی هر دو دچار تویی شدگی داره میشه. من دنبال ناسیونالیسم یا شوونیسم نوعی نیستم که بگم من اون ناسیونالیسم یعنی بگم ایرانی گرایی به اون معنا. من یک واقعیت جهان امروز هم میخوام تبیین کنم. از این دولت ملت ها حاکمیتی که برمیخیزد، با صحبت کردیم، حاکمیتی مبتنی بر دموکراسی خواهد بود. یعنی تمام افراد ایران برای همه ایرانیان، تمام توانها، تمام هویت ها بنابراین مهم خواهد شد. هر آنچه که از اون بیرون خواهد اومد، هر آنچه از نگاه خرد جمعی، فکر جمعی بیرون خواهد اومد. خرد جمعی در یک مقطع زمانی یک نظام مبتنی بر ولایی میخواد، همون درسته. یک زمانی نگاه شاهنشاهی میخواد، یه موقع جمهوری ریاست جمهوری میخواد، همون درسته. مهم نسب ها نیست، مهم عزل ها هستش که یعنی خرد جمعی، توان ملی بتواند عزل کند. یعنی امکان عزل را در هر موقع که دید یک انحرافی داره به وجود میاد در جهت منافع ملی نیست، میتونه اون انحراف را اصلاح کنه. چون جمع ما، همه ما ممکنه اشتباه کنیم، قرار نیست هر آنچه که انتخاب جمعی بود اون درست ترین انتخاب باشه، اما جمع منافع خودش را تشخیص میده. محوریت منافع ملی را نباید از دست بده. بر همین منوال که صحبت شد، بر اساس اینکه ما خب سه تا حداقل هویت کلان باش مواجه هستیم، یک هویت ایرانی خودمون، یک هویت مدرنی که باش مواجه شدیم و یک هویت دینی که حالا برای مدت‌ها، قرن‌ها و به خصوص در سالهای اخیر هویت دینی بر ما غالب بوده. برای اینکه این سه تا رو به هم برسونیم، تنها راهی که برای ما باقی مونده الان راهی هستش مبتنی بر توافق، نه مبتنی بر حتی تفکر، چون در یک وضعیت نابسامان قرار گرفته. برگردم تو این تویی شدگی، ما داریم وزن گذشته را از دست میدیم. یعنی اینکه ما بودن خودمون رو داریم از دست میدیم، فقط به لذات حال داریم میچسبیم. بعد از اون طرف کششی آینده روشنی هم خیلی پیش چشم ما نیست. ما حالا چه کار باید بکنیم؟ من سه تا حالا اینجا میرسم به تجویزی، فقط خیلی سعی کردم پراکنده توصیفی از جلسات گذشته و عناصر کلیدی که اونجا راجبش بحث کردیم، کلماتی کلیدی مثل هویت، مثل راستی، مثل
ارزم به حضورتون پیمان وستفاله، یعنی دولت ملتی که تشکیل شده، جریان سرمایه در جهان و تاریخ ما. یک نقش فردی، من معتقد هستم که در شرایط کنونی ما نیاز داریم که اولا اینکه گذشته، یعنی چون ما منافع ملی برای ما اصل هست، گذشته خود را بازشناسی کنیم. هر کدوم از عناصر هویتی ما میتواند وزن گذشته ما را سنگین تر کنه، ما را به ما تر کنه، به عمدی منسجم تر کنه. و این عناصر هویتی عناصر سیاسی امروز نیست. اون عناصر هویتی عناصریه که در پشته ایران مطرح هستش، در 3,700,000 کیلومتر، یعنی در فلات ایران. در واقع هر آن کس که نوروز را پاس می‌دارد، جشن را پاس می‌دارد، طبیعت را پاس می‌دارد، هر آن کس که عناصر مختلف اون رو دوباره پاس می‌دارد، لزوما نه همه ولی اون بخش اعظمی که فارسی و ادبیات فارسی را پاس می‌دارد، تاریخ ایران را پاس می‌دارد، کوروش را میفهمد و چه اتفاق عظیمی که در جهان اتفاق افتاد با پیدا شدن، البته کوروش یک نماد هستش، یک باید فرهنگ عظیمی باشه تا یک نفر میتونه که کوروش بشه از درون اون. تاریخ، جشن، زبان، داستان‌های مشترک. اما توصیف هویت گذشته همه آن چیزی که ما میخواهیم نیست. ما نیاز داریم که یک ایده پردازی بکنیم نسبت به آینده. به راحتی این، من دنبال این نیستم که در دام ایدئولوژی بیافتیم، ولی باید داستان‌هایی برای آینده داشته باشیم، ویژن و میژن داشته باشیم، چشم‌انداز داشته باشیم، مأموریت برای خودمون داشته باشیم که مأموریت آینده ما چه خواهد بود، که در برابر این دو تا حجم جهان وطن گرایی و امت گرایی، چیزهایی که البته اشکال نداره ما جهان وطن باشیم، اشکال نداره امت گرا باشیم، به شرط اینکه از منافع ملی مایه نگذاره، از خودمون مایه بذاریم. اشکال نداره، هر کسی میتونه از خودش مایه بگذاره، بره هر کاری دوست داشت انجام بده، ولی از حقوق دیگران استفاده نکنه در جهت اهداف یا عقاید شخصی خودش. تو خود من میخوره نگاه جان وطنی دارم، چون اصل اساسی برای خود من شخصا حقوق بشره، یعنی اون در بالاترین سطح قرار دادم. قرار نیست که هویت خودم رو گم کنم وقتی قرار یک چیز برتری اینجا وجود داشته باشه. خب من برای اینکه برسم یه نقش فردی رو بگم خدمتتون، چرا شما فکر می‌کنید آینده من بیشتر من برای اینکه برسم به تجویزها بیشتر این تبیین شاید همش میگم جای بحث داره واقعا. جلسات اینطور جلسات 2 ساعت است حداقل. گاهی وقتا ما برای اینطور بحث ها یختی تا پاس شب آدم میشینه. من شرمندم که نمیتونم وارد بحث بشم، برای اینکه من فقط بحث جمع کنم میگه 5 دقیقه استاد به من وقت دادن، آخر کاری صحبت با هم دیگه داشته باشیم، میگه با گفتی داشته باشیم. اصلا کلا 5 دقیقه بیشتر وقت نداره. خب این 5 دقیقه رو من 3 تا 4 تا تجویز داره. یک، در وضعیت فردی خودمون من معتقدم به نخبگان تشکیلاتی خیرخواه خلاق. نخبم به معنای کسانی نیست که حالا خیلی فکر بالا و اندیشه برتر و استعداد فلان، کسانی که سرگروه میشن، یعنی در واقع برگزیده یک جمعی میشن، یک جمعی را هدایت میکنن. خیرخواه از این جهت که خیلی راحت این نخبگان وقتی تشکیلاتی ایجاد میکنن میتونن تبدیل به مافیا بشن، ولی باید با یک نگاه خیر عمومی، یعنی باید اون فرهنگ مثلا شاهنامه و امثال اون در درونشون جا افتاده باشه. دوم، تشکیلاتی به معنی اینه که آدم فرد کاری نمیتونه بکنه، این که انجمن تشکیل میشه، انجمن‌ها با هم شبکه میشن، این که گروه و یک توری ایجاد میشه. اگر تو بحث امر سیاسی یا تو باشه، قدرت فقط در سیاست به معنای حاکمیت نیست. هر فعالیت مدنی، هر فعالیت فرهنگی میتونه، هر فعالیت علمی، دانشی میتواند قدرت ایجاد بکند. و خیلی وقتی که ما سیاست به هم ریخته و سیاست ما را نجات نمیده، کمک نمیکنه، اون امر سیاسی هست، اون فرهنگ سیاسی قرنها در آموخته شده در طی قرون برای سازگاری با سرزمینه که میتونه ما را نگه بداره از هم و جلوگیری کنه
از همپاشیدگی اجتماعی ما. برای باید تشکیلات داشته باشه. و سوم اینه که و چهارم اینه که خلاق باشه، نوآور باشه. خیلی وقتا اصلا لازم نیست شاید مثلا این تشکیلات رسمی باشه. خیلی وقتا باید یک مانورهای دیگری داشت، یک رفتارهای دیگری داشت، چون ما اساسا دوست و دشمن رو نمیدونیم الان کیه، متاسفانه نمیدونیم سراغ کی بریم که دوسته، سراغ کی بریم که دشمنه. بنابراین باید در این خیر عموم یک ایده هایی هم داشت. گفتم که فقط تبیین گذشته کافی نیست. حرف آینده چیه؟ یعنی منشور داشته باشه، منشوری برای آینده داشته باشه. دوم این نگاه فردی، یعنی یک فرد بنابراین میتواند الان جایگاه داشته باشه. به ویژه وقتی که ساختارها به هم ریخته، نقش کنشگران بسیار 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 مهم میشه. به هر کدوم از ما میتونه یک کنشگری باشیم تا این ساختارها دوباره سر و شکلی بگیره که ساختارها این دفعه خوب کار کنه، به تمدن ساز باشه و جامعه را به خیر و صلاح ببره تو کار را به پیش ببره. نکته بعد از بعد سیاسی، ما در جهان امروز فعلا به تا اطلاع ثانوی باید به 1,648,195 کیلومتر مربع، نه 1 کیلومتر بیشتر نه 1 کیلومتر کمتر رضایت بدهیم. یعنی این سرزمین ما هست، ولو اینکه تاجیکستان خیلی خیلی به ما نزدیک باشه. یعنی حد و حدود ما این سرزمین هست و 1 متر اون طرفتر از مرز باید سنجه منافع ملی در موردش در نظر بگیره، تا از دره مدیترانه بگیره تا چین و روسیه تا آمریکا تا هر جایی. رفتار ما مبتنی بر منافع ملی. منافع هم که وقتی ملی شد یعنی همه مردم، یعنی خواست جمعی، یعنی رسیدن به یک نوع دموکراسی و یک نوع در واقع توافق جمعی. کلمه وفاق هم خرابش دارم میکنن که آدم جرئت نمیکنه خیلی راحت بگه وفاق. وفاق یعنی دوره هم شدم بیشتر، مثلا گهده رفقا مثلا برای تقسیم منافع و غنایم شده بیشتر، چون که منشوری براش تعریف نکردن. چه منشوری؟ منشورتون رو بیارید بعد این بررسی اون وفاق ببینید. منشورم اصلش میتونه همون منافع ملی هستش. اما خب ما دلمون متپه دیگه قاعدتاً برای این سرزمین ایران زمین، سرزمین بزرگ. اگر اقوام سامی الان خیلی هم خوب خودشون میدونن به ما یک مسئله دیگه هستش، دارن پیمان ابراهیم رو مطرح میکنن، ما یک تمدن ساز بزرگی داریم که پدران بنیانگذار آمریکا هم برای اینکه یک کشوری رو ایجاد کنن که اون کشور ابرقدرت جهان بشه، دیدن که به منشور اون نیاز دارن. ما کشورهای پشته ایران زمین باید بریم به سمت پیمان کوروش. این یک نکته بسیار اساسی هستش. و چگونه میتوان این پیمان و این اتحاد را برقرار کرد؟ درسته که اون قدرت سیاسی در جهان امروز در چارچوب سرزمینی مشخصی تعریف شده، اما قدرت فرهنگی مرز نداره، قدرت زبانی مرز نداره، قدرت حتی مذهبی. مثلا ما با باکویی چه اشکال داره که اون فرهنگ شیعه ما کار کنه تا با باکویی ارتباط برقرار داشته باشیم، وقتی که در یک پهنه، در یک بستر دموکراتیک باشیم، همه اینا تبدیل میشه به ابزاری برای قدرت ملی ما، همه اینا میشه یک ابزاری برای منافع ملی ما، برای بقای بیشتر ما، برای قدرت بیشتر ما. درست؟ چون باکویی نه زبانی دیگه مشترک داره، نه ارزم به حضورتون که دولت مشترک، ولی اون یکی از ابزارهای قدرت هم میشه. هرچند مثلا غیر از اون چیزهای مشترک دیگه هم داریم، نوروز را داریم، جشن را داریم و اگر واکاوی کنیم بسیاری از عناصر و تاریخ مشترک داریم، حافظه مشترک در خیلی از جاها داریم و خاطرهای مشترک داریم. داد و ستد و اقتصاد ما میتونه بر اساس یک نگاه بلند مدت و ایجاد زیرساخت‌ها و بازآفرینی این ساختارهای زیرساختی دوباره و این بافتارها بره به سمت همون پشت ایران، احیای جاده ابریشمی که در اون مسیر بوده و چیزهای مختلف. جامعه ما، ارتباطات مدنی ما خیلی خوبه که همه ما یک سفر خارجی، وقتی آدم حالا خود توانش خیلی مردم نیست، ولی حتی اگر شده با ماشین مثلا سمرقند و بخارا را آدم بره به هر طریقی، تاجیکستان را بره، مراودات به این سمت حرکت کنه. این سمت که حرکت کنه، جهان داره از پیمان وستفالیان عبور میکنه و من اگر این دید را داشته باشیم، پیمان کوروش رو در درون خودمون بپذیریم، اولا خب باید سکوی خودمون که خود ایران فعلی است تقویت بشه.
و این پیمان کوروش رو هم بپذیره، شاید کمتر از یک قرن آینده دوباره اینقدر هم و کنار رفتن مرزها اینقدر دوباره این اتحادیه ایران زمین برقرار میشه که انگار همون ایران بوده که در طول تاریخ همیشه بر بالاترین جایگاه ایستاده بوده و خودش در واقع داشته که یک موتور محرکی برای مدیریت حتی یک جهانی. این کلیتی از مباحث از این چند تا جلسه، هر کدوم میدونم خیلی جای بحث داره، جای نقد داره و من خوشحال میشم که ازش استفاده کنم و ببخشید اگر که زیاد صحبت کردم. خیلی ممنون، متشکرم. دستم میاد.